سلام به دوستای عزیز، خوش اومدین به اولین ویدیو کانال یوتیوبم. اومدیم با دوست قلم که آنباکسشون کنیم. برو بریم. صيحة الخرس ويلي اینجا یه دونه فرچه ستایی داریم که بازش میکنیم. یکیش نرمه، یکیش سخت‌تر ازش. این هم که پلاستیکیه دیگه، که این سیلوفون خیلی لازم داشتم. آخر بالاخره رفتم خریدم با همین کفچینی که الان شما نشون میدم تو ویدیو. بازش میکنیم. باز نکردیم. حمایت چه دیگه، دستتون در نکنه. سیم لخ کنه ما چه مدلی، چه شونه عجیبه. چیه؟ بیاد اینور، بعد پکش کوچیک‌تر میشه. سب کنید یه دونه سیم بیارم، بعد لخ کنم. اوکی، این اندازه است. اگه بهتون نشون بدم خیلی خوبه دیگه. حالا اینم فرچه هاست، یکیش رنگش سرده، شغرهیه. حالا میرسه به کفچه. یه کفچینه دیگه معمولی برای بریدن بالای برداسین. حالا از اینجا معلوم باشه چیز تیزیه واسه بریدن تر مقاومت ها، همچی چیزا. یه دونه چسبه که اینو امیتایی گرفتم، این از این کنار. یه دو شاخه است که الان ویدیوی بعدی قراره یه چیزی تعمیر کنیم. ویدیو بعدی انشالله میبینید. دو تا گیره سوسماریه که قراره وصل کنم به آداپتور، نیازمه. یه 5 متر هم سیم برای محافظ که قراره اینجا سیم کشی کنیم. به کار میاد که لو دادم دیگه. اینم کلیده واسه یه محافظه دیگه، محافظ سراحی و هرچی که خود شما میگید. این بود از آنباکس ما. خیلی ممنون. حمایت کنین، کانال ما رو ساب کنین. ممنون میشم تا خوشحال شیم ویدیوهای جدیدتری آپلود کنیم. خیلی ممنون. بدرود.